کوکو سبزی برای 4 نفر رو توضیح میدم. موادی که احتیاج داریم جعفری هست، پیازچه که شما اگر در دسترس دارید میتونید از تره استفاده کنید، تخم مرغ و گردو، به مقداری نمک و روغن برای سرخ کردن کوکو احتیاج داریم. اول سبزی ها رو تمیز میکنیم. جعفری رو از ساقه پهنش بهتره کمتر استفاده کنیم. از همه قسمت های سر جعفری بیشتر استفاده کنیم بهتره. به این شکل تمیز میکنیم. برای تمیز کردن پیازچه ها قسمت سفید سر پیازچه ها رو میبریم و قسمت انتهای پیازچه ها هم یه برش کوچیک میزنیم. از این قسمت سر سفید پیازچه ها برای تزیین دور کوکو میتونیم استفاده کنیم. میتونیم گل درست کنیم به این شکل. بعد میذاریم خیس میخوره تا در قسمت آخر برای تزیین استفاده کنیم. این 4 برش میدیم، بعد میذاریم داخل آب خیس بخوره. این سبزی‌هایی که تمیز کردیم و 3 تا 4 بار میشوریم. این سبزی ها شسته شده، حالا خیلی ریز خرد میکنیم. جعفری هم خیلی ریز باید خرد بشه. برای اینکه مطمئن بشین سبزیتون خیلی ریز خرد شده، از این روش میتونید استفاده کنید. نوک چاقو به این شکل میگیرین، بعد به این شکل چاقو رو حرکت میدین. این سبزی ها کاملا خرد میشه. حالا گردوها رو میشوریم. حالا این گردوها رو به این شکل خرد میکنم. نمیخواد خیلی ریز بشه، برای اینکه میخوایم توی کوکو زیر دندون بیاد. به این شکل. بعد 5-6 تاشم که به شکل درسته برای تزیین نگه میدارم. این سبزی ها که خرد شد داخل ظرف ریختم. حالا تخم مرغا رو دونه دونه به این مواد اضافه میکنم که تخم مرغ خراب به مواد ما اضافه نکرده باشم. یه قاشق چایخوری نمک به این مواد اضافه میکنم. این مواد رو هم میزنم. اگر شما زرش در دسترس داشتین میتونید به این مواد اضافه کنید. بعد از 1-2 دقیقه که مواد خوب هم زدید، حالا گردوها رو به مواد اضافه میکنید و دوباره هم میزنید. حالا ماهیتابه رو روی حرارت خیلی بالا میذاریم. بعد کمتر از نصف لیوان روغن به ماهیتابه میریزیم توی ماهیتابه تا کاملا داغ بشه. اینکه روغن داغ شد مواد رو میریزیم داخل روغن. مواد رو با کف چنگال این شکل پهن میکنیم. بعد این گردوها رو که کنار گذاشته بودیم روی این کوکو میچینیم. این گردوها رو الان میذارم برای اینکه با همه مواد بپزه. حالا درجه حرارت رو حرارت متوسط میذارم. در قابلمه رو میذارم تا این کوکو کاملا یه رو که گذشت این کوکو به این شکل خودشو گرفته. یه برش میزنیم. رو به این شکل برش میزنیم مثل کیک. بعد میذاریم بدون در. بعد از چند دقیقه که گذشت این برش ها رو برمیگردونم روی حرارت بالا میذارم تا اون طرفش هم پخته بشه. این کوکو به مدت 10 دقیقه بدون در میذاریم تا اون طرف کوکو هم خوب سرخ بشه و بپزه. حالا این غذای ما آماده است. امیدوارم شما هم از این ویدیو استفاده کنید و این غذا رو تهیه کنید.